خسته شدم از ضبط‌های پی در پی. هوام به قصد کشت گرم. دیگه هر اتفاقی بیفته، صدای سگ، صدای آدم، صدای موتور، ماشین، هر توپقی، دیگه استوب نمیزنم. یه صفحه باید برم بدم. خب، سلام خدمت همه و امیدوارم که حالتون عالی باشه. ویدیوی امروز همونطور که توی تایتل، تامنیل و خلاصه همه جای ویدیو دیدید در مورد نرمش و حرکات کششی هست. این دیگه چه سمیه؟ چرا باید انجام بشه؟ چه فایده ای داره؟ برای چی؟ توی این ویدیو به اندازه در حد دانش و تجربه خودم میگم. اینم یادداشتام که دارم جملات و کلمات کلیدی رو توش نوشتم و دارم بر اساسش برای شما صحبت میکنم. به نظر من قبل هر فعالیت بدنی نرمش و حرکات کششی باید انجام بشه. چه ورزش باشه، ورزش های مختلف، رزمی، ورزش های توپی، آمادگی جسمانی، هرچی. یا اینکه اصلا صبح بیدار شدیم و میخواییم روز خودمون رو شروع کنیم. شغلمون هرچی که هست، فعالیت بدنی توش کمه، فعالیت بدنی توش زیاده، هرچی که باشه، به نظر من نرمش و حرکات کششی واجبه. به نظرتون اینجا بهتره ویو یا اینجا بهتره؟ نمیدونم، حالا در آینده معلوم میشه. و اینکه بگم این ویدیو تئوری هست و از ویدیوهای بعد وارد فاز عملی میشیم و میبینیم که چیکار باید بکنیم توی نرمش و حرکات کششی. گفتیم نرمش و حرکات کششی واسه چی؟ و من خودم قبل ورزش حداقل 5 دقیقه نرمش و حرکات کششی رو انجام میدم و شاید بعضی وقتا 15 دقیقه. خیلی برای من واجبه و مؤثره. حالا بریم دلیل ها رو بگیم. 4 تا هست که فکر کنم 2 تاش رو توی این ویدیو بتونم بگم انشالله. اول، بولت پروف شدن بدن، یعنی ضد آسیب شدن، جلوگیری از آسیب، یعنی احتمال آسیب دیدگی رو خیلی میاره پایین، چند 10% میاره پایین. حالا چطوری؟ با بیداری عضلات، مخصوصا عضلاتی که کنار مفاصل هستن، کل عضلات، فعال شدنشون، آماده شدنشون، با حرکات نرمشی و کششی یه جورایی بهشون سیگنال میدیم که بیدار شو، من به تو نیاز دارم. چه عضلات باشن، مفاصل و تاندون ها و خلاصه همه اجزای بدن، یه سیگنال کلی باعث میشه که از حالت زامبی بودن در بیایم. زامبی بودن یعنی چی؟ این اصطلاحات حالا نشنیدم خودم جایی، اما الان میگم. یعنی این زامبی آدم حرکت نکنه، آروم و ریلکس و نرم و منعطف باشه و برای انجام کارهای خیلی کوچیک و ساده درمونده نباشه، بتونه انجام بده. بلا نسبت امیدوارم هیچ وقت براتون پیش نیاد یه سریا هستن که کارهای ساده رو نمیتونن انجام بدن. یه چیز ساده رو بردارن از اینجا یا از زمین، زانو درد میگیرن، کمر درد میگیرن یا دارن. این اصلا جالب نیست. و نرمش و حرکات کششی باعث میشه که دیگه حالت زامبی بودن نداشته باشید، بدنتون خشک و کرخت و بی استفاده نباشه. و مورد اولم که گفتم جلوگیری از آسیب، این از مورد اول. حالا مورد دوم، درمان آسیب. مورد دوم، شاید توی یوتیوب، اینستاگرام و خلاصه جاهای دیگه دیده باشید یا برای خودتون خدای نکرده پیش اومده باشه، حالا یا بالاخره آسیب رو دیدید یا خودتون داشتید. اینکه این افراد چیکار میکنن؟ میرن فیزیوتراپی، پیش دکتری، مربی، چیزی چیکار میکنن؟ حرکات اصلاحی یا همون چی؟ نرمش و حرکات کششی. جادو که اتفاق نمیفته. یا اینکه خدای نکرده یه پارگی، از هم گسستگی اجزا اتفاق میفته یا یه چیزایی از جای خودشون خارج میشن و حاد میشه وضعیت و کار به جراحی میکشه. اجزا رو دکتر میذاره سر جاش یا به هم متصل میکنه و این داستانا. بعدش چی کار میکنه؟ فیزیوتراپی یا دقیق تر بگیم همون نرمش و حرکات کششی. اینم از 2 مورد از 4 موردی که قرار بود بگم
و 2 مورد دیگه میمونه که توی ویدیوهای بعدی به امید خدا میگم. پس چی شد؟ نرمش و حرکات کششی باعث جلوگیری از آسیب و درمان آسیب میتونن بشن و 2 مورد بعدی بمونه واسه یه ویدیوی بعد، یعنی قسمت دوم همین ویدیو. و اینکه پیشنهادی، انتقادی، چیزی بود لطفاً برام کامنت کنین و لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، قطعاً ارزشش رو داره. و همین دیگه، وقتتون رو نگیرم تا 2 مورد بعدی در مورد نرمش و حرکات کششی. خدا نگهدار.